الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. آداب اسلامی رو که الله متعال به عنوان شاعر اسلامی و فرهنگ اسلامی توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اعلام فرموده که ما باید پایبند این اعمال و عامل بر این آداب باشیم. از یک جنبه یک عمل نیک هست، یک فرهنگ اسلامی هست، و از جنبه دیگر یک کاری هست که ما از آن امید ثواب را داریم و احیانا کفاره گناهان انسان می شود. یکی از این موارد مصافحه کردن هست، یعنی دست دادن با برادر مسلمان. این دست دادن گذشته از این که یک نوع ادب اسلامی هست و مصافحه هست، یعنی ما باید در هنگام سلام علیک دست یک دیگر را بگیریم و مصافحه بکنیم. از طرف دیگر این یکی از مواردی هست که کفاره گناهان انسان می شود. دو نفری که به هم دیگر دست دادند، سلام علیک کردند، گذشته از این که خوش آمدگویی رو به هم دیگر گفتند، سلام علیکی با هم دیگر کردند، از طرف دیگر این کفاره گناهانشون خواهد شد. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه نقل می کند از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که ابو داود نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، هر دو مسلمانی که با همدیگر ملاقات بکنند و مصافحه بکنند، یعنی دست همدیگر را بگیرند، الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، گناهانشون قبل از این که از همدیگر جدا بشوند بخشیده می شود. واقعا مورد بسیار جالبی هست. شاید ما تا حالا به فکر این نیفتادیم که با یک سلام علیکی با برادر مسلمان، با دست دادن با برادر مسلمان که دست همدیگر را بگیرین، گناهان ما توسط الله متعال در واقع معاف بشوند. ببینید چه زیبا و جالب هست احکام اسلامی و آداب اسلامی. گذشته از این که شما با برادر مسلمانتون سلام علیک میکنید، صحبتی رو میکنید و با همدیگر درد دل میکنید، در همین حین الله متعال به خاطر همین عمل شما گناهان شما را معاف میفرماید. در روایتی دیگر حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیه، هرگاه که انسان مؤمن با یک مؤمن دیگر ملاقات میکند و سلام میگوید به برادر مسلمان است، و اخذ بیده فصافحه، و دستش را بگیرد و با اون مصافحه بکند، دست را در دست همدیگر قرار بدهند، تناثرت خطایاهما، گناهان و خطاهای هر دو نفرشان در واقع فرو میریزد و از بین میرود. کما یتناثر ورق الشجر، همان گونه که برگ درختان در پاییز فرو میریزد. چه نعمت بسیار بزرگی هست، چه وسیلت بسیار بزرگی هست که ما با یک سلام علیک و با مصافحه با برادر مسلمانمون گناهان ما در واقع مورد مغفرت و رحمت الله متعال ما قرار بگیریم و گناهان ما رو الله متعال ببخشد. و جالب هست که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اون گونه که امام بخاری در ادب المفرد نقل کرده از حضرت انس رضی الله تعالی عنه، یک کاری رو اضافه بر این میخواستن انجام بدند. با وجود سلام علیک و دست گرفتن، حضرت انس رضی الله تعالی عنه صبح که میشد دستش رو عطر میزد، دست راستش رو عطر میزد، به خاطر اینکه هر کسی که با اون ملاقات بکند دست اون هم عطرآگین بشود. این واقعا یک فکر بسیار زیبایی هست، یک روش بسیار زیبایی هست برای کسب خیر و برای این که محبوبیتی ایجاد بشود در میان مسلمانان، و اضافه بر این برای این که الله متعال گناهان من و شما را کاملا معاف بکند. پس بنابراین مراعات آداب اسلامی از یک طرف کار ثوابی هست، چون که
عمل کردن بر دستور خدا و بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. از طرف دیگر کسب مودت و دوستی هست از جانب مسلمانان و از طرف دیگر و سومی کفاره گناهان من و شما انشاءالله خواهد شد. پس بنابراین در این زمینه کوتاهی نکنیم، با برادران مسلمانمون با همین عقیده و با همین نیت و با همین اراده سلام علیک و مصافحه بکنیم که انشاءالله الله متعال گناهان ما را معاف بکند و در دنیا و آخرت ما و شما و همه مسلمانان را سرفراز و سربلند بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.